سلام، من جواد قارایی هستم. یه ایرانگردم و قراره تو سفرهایی که به بهترین نقاط ایران دارم زیبایی‌های کشور عزیزم رو به شما هدیه کنم. این بار برای رسیدن به یکی از زیباترین و بهترین مناطق ایران راه زیادی رو به جنوب غربی کشور سفر کردم. جایی میون کوههای پر رمز و راز زاگرس، جایی که زندگی و مرگ مردمان سرسخت هزاران سال قبل ایران رو در اینجا به خودش دیده. اینجا بیشه زیبای شینباره. تمدن ایران یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان به حساب میاد و در این سرزمین پهناور رشته کوه‌های جوان زاگرس که از شمال غربی تا جنوب شرقی ایران کشیده شده، سرزمینی پر رمز و راز رو در خود نهفته داره. در سرزمین‌هایی که اقوام کوچ‌نشین در اونها زندگی می‌کنن، مناطقی وجود داره که از اهمیت زیادی برخورداره و بیشه شینبار در زاگرس میانی یکی از همین نقاطه. این تالابی که پشت سرم می‌بینید تالاب شینبار نام داره. البته این تالاب شینبار بعد از 2-3 ماه بهش بیشه شینبار میگن، به خاطر اینکه آب این منطقه کاملا خشک میشه و فقط صرفا اون مناطق وسط این بیشه شینبار آب نگهداری میشه و همون آب به سمت دره‌ای میره که قرار ما اونجا پیمایش بکنیم. دلیل نامگذاری تالاب شینبار، مردم محلی اینجا بهش میگن شیرین بهار خیلیاشون و بعضیشون بهش میگن شمیم بهار. شیرین بهار به خاطر اینکه آب تمام کوههای منطقه که توی این زاگرس میانی واقع هست، آب برفایی که آب میشه، آب بارونها در این نقطه جمع میشه و به سمت یک دره‌ای میره که در نهایت به دریاچه سد شهید عباسپور میرسه و به خاطر اینکه آب شیرین این منطقه کاملا پوشونده بهش میگن تالاب شیرین بهار یا بیشه شیرین بهار یا شینبار. برای پیمایش دره‌ای بکر و زیبا به جایی از خوزستان سفر کردم که بلندترین کوه این استان یعنی کوه کینو در این منطقه قرار داره و از بیشه شینبار منظره خوبی از این کوه دیده میشد. زاگرس منطقه اصلی زندگی و کوچ قوم بزرگ بختیاریه. قومی که بیشک بخش بزرگی از تاریخ سرزمین ایران رو ساخته و از اون محافظت کرده. قوم بختیاری به 2 ایل بزرگ 4 لنگ و 7 لنگ تقسیم میشه که هر ایل به طوایف و تیره های مختلفی مجزا شده و در نهایت هر تیره به تش، اولاد، مال و بهون تقسیم میشه. شینبار یکی از مهمترین مناطق زندگی طایفه موری از ایل 7 لنگ بختیاریه که در فصل پاییز از ییلاق خودشون در منطقه بازوف در استان چهارمحال و بختیاری که منطقه سردسیره به اینجا کوچ میکنن و از اوایل پاییز تا اوایل بهار در شینبار خوزستان و مناطق اطرافش که جزو مناطق گرمسیر زاگرس میانیه زندگی میکنن. در حقیقت شینبار و کوههای زاگرس در استان خوزستان محل قشلاق این طوایف به حساب میاد. در همون ابتدای مسیر در حاشیه بیشه با یکی از مردان قدیمی طایفه برخورد کردم. مال همین منطقه هستید؟ مال شینبار، همین منطقه شینبار، دشت شینبار. اینجا دشت شینبار بهش میگید یا بیشه و تالاب شینبار؟ نه، همین دشت شینباره. بین اشایر اینجا دشت شینبار معروفه. ما اشایری همینطور زندگی کردیم، یا 75 سال هم زندگی کردیم. ماشاءالله. شما مال ایل 7 لنگ هستید؟ ایل 7 لنگ بختیاری، 7 لنگ موری هستید. طایفه موری 7 لنگ هست. بعد شما
هنوز هم اینجا ایلا قشلاق میکنید، کوچ میکنید؟ ایلا قشلاق ایشیردیم از تنگ چله و تنگ چله و رعیم نامچنو بله. زهزار شمی رعیم که ایلا بله. اول حالا دی زندان ویدیم دی مرسی زندان ویدیم دی تخت قاپو ویدیم دی نترین ایلا قشلاق زندان ویدیم. پدر میفرمایند که تا 2-3 سال پیش اینجا ایلا قشلاق میکردن، یعنی کوچ میکردن به سمت ایلاقشون توی منطقه بازوف میرفتن، اما ظاهرا دیگه تخت قاپو کردن، یعنی اینکه کاملا یکجانشین شدن و تو روستاها توی 4 دیواری زندگی میکنن و اون 4 دیواری برای کسانی که همیشه توی طبیعت زندگی میکردن توی سیاه چادر توی طبیعت باز این خونه ها شبیه زندان شده براشون به گفته خود پدر. خیلی ممنونم پدر، زنده باشید، موفق باشید. این موضوع همه گیر شده و متاسفانه فرهنگ کوچ و کوچ نشینی میون عشایر ایران سال به سال کم رنگ تر میشه و فرهنگ اصیل این نوع زندگی کم کم داره به فراموشی سپرده میشه. گلنده بیا بابا، گلنده بیا خیلی گلنده بیا. شینبار در طول تاریخ شاهد جنگ‌ها و زندگی‌های بسیاری بوده، اما این بیشه کهنسال قبل از ورود دین مبین اسلام به ایران از تاریخی کهن برخوردار بود، تاریخی که شاید به بیش از 10,000 سال پیش برگرده و وجود بردگوری هایی که در سنگ ها و صخره های زاگرس میانی حفر شده بود گواه این تاریخ کهن بود. وای اینجا رو ببینید، چه حفره جالبی داخل دل سنگ کندن. جای تقریبا 2 نفر انسانی که بتونه راحت اینجا دراز بکشه یا بخوابه هست. به گفته مردم شینبار و خیلی از محققین به این حفره‌هایی که داخل دل سنگ حفر می‌کردن برده‌گوری میگن. در گذشته خیلی دور قبل از اینکه دین اسلام به این منطقه وارد بشه، مردم زاگرس اجسادشون رو داخل همین حفره‌ها قرار میدادن که به اونها استودان هم البته میگن، تا این اجساد داخل همین حفره‌ها بمونن و تجزیه بشن و از بین برن و مردم اون زمان اجساد خودشون رو داخل خاک قرار نمیدادن به دلیل اون باورهایی که داشتن و توی ادیانشون وجود داشت. اجسادشون رو داخل این استودان‌ها قرار میدادن و حتی بعضیشون درشون رو گل میگرفتن تا در همونجا تجزیه و از بین برن. میون راه کنار بیشه صدایی آشنا به گوشم خورد، صدای تفنگ، صدای کرنا و دهل، صدای هلهله زنها و مردها. میون کوههای زاگرس وقتی این صداها همه با هم به گوش برسه، نوید مراسم زیبای عروسی میان بختیاری هاست. مراسم ازدواج میون این قوم بزرگ اهمیت زیادی داره و بیشک یکی از زیباترین مراسم هاست. یکی از مهمترین قسمت های این جشن چوب بازی مردهای بختیاریه. این بازی از هزاران سال قبل میون این قوم رواج داشته و جزئی جدا ناشدنی از فرهنگ بختیاری به حساب میاد. چوب بازی در حقیقت یه ورزش رزمیه و نشون دهنده میزان قدرت، هوش و سرعت عمل مرد بختیاریه. توی این بازی مردها در رزمی نمایشی در یک میدانگاه به حمله و تهاجم و دفاع در برابر همدیگه قرار میگیرن. در واقع میشه ریشه اون رو در رقص‌های میدانی مردان ایران باستان پیدا کرد که اون هم تمثیلی از جنگه. به لحاظ طبقه بندی موسیقی چوب بازی یکی از انواع اصلی و مهم موسیقی بختیاریه و مقامی کاملا مشخص و شناخته شده به حساب میاد. توی تشخیص ماهیت و ساختار و حتی شیوه اجرای این موسیقی 2 نشونه مهم وجود داره. اول اینکه موسیقی چوب بازی مخصوص کرنا و دهله و مشخصه دیگه این مقام تعلق اون به فضای بازه، چرا که صدای پرحجم و پرتنین کرنا و دهل در فضای بسته خوشایند نیست و نوای دهل و کرنا و مقام و بازی چوب بازی اصولاً تمرینی برای میدان رزماوریه. اما گاهی وقتا این بازی میون جوانهای دلیر و شجاع بختیاری کمی به خشونت میکشه، به طوری که تا پای شکستن قوزک پای حریف پیش میرن و اینجاست که زنها با کمک توشمال با رسم زیبا و موزون دستمال بازی باعث پایان چوب بازی و خشونت میون جوانها میشن و دوباره آرامش و موسیقی و خنده رو به مراسم باز میگردونن. شینبار در گذشته‌های بسیار دور اهمیت زیادی برای مردمان این منطقه داشت.
سرزمینی سرسبز با آبی سرشار و کوههای سر به فلک کشیده. سرزمینی که برای هر انسان حکم بهشتی با ارزش در کشوری کم بارش رو داره. اما آب بسیار زیاد این بیشه بزرگ، اون هم در اون زمان که بارش برف و بارون چندین برابر زمان حال بوده، چطور اینجا رو به دریاچه‌ای بزرگ از آب تبدیل نکرده بود؟ من توی مرز بین استان خوزستان و چهارمحال و بختیاری هستم. البته این سفر من به استان خوزستانه و اینجا آخر تالاب شینباره که پشت سر من مشخصه. آب شینبار که تالابی در حدود 10 کیلومتر از تنها خروجی خودش از همین منطقه از یک پل یا تونلی بسیار بسیار تاریخی به دره‌ای سرازیر میشه که مسیر اصلی سفر منه. دلیل نامگذاری پل نگین اهمیت و دشواری ساخت این پل در زاگرس بود. چرا که در اون زمان با تجهیزات بسیار ساده و نیروی کار انسانی ساخت این پل بسیار دشوار بود و این پل و تونل برای مردمان اون زمان و حتی امروز حکم نگینی با ارزش داشته. واقعا وحشتناکه، هم ارتفاعش خیلی زیاده و هم آب خیلی زیادی داخل این تونل در جریانه و بسیار خطرناکه. این تونلی که زیر پای منه یکی از مهمترین سازه‌های دست بشر در شینباره که ظاهراً حدود 2000 سال پیش اینجا حفر شده تا باعث تنظیم خروجی آب زیاد شینبار بشه، تا عشایری که اینجا چادر می‌زدن با مشکل سیل مواجه نشن و در امان باشن. اما متاسفانه بسیاری از عشایر اطراف شینبار الان تخت قاپو کردن یا در اصل در حقیقت میشه گفت یک جانشین شدن توی روستاها. اما توی این دره آبشلا که قراره پیمایشش بکنم اکثر عشایر هنوز سیاه چادر میزنن و به همون شکل قدیمی زندگی میکنن. ولی قبل از اینکه این آب داخل این تونل بره و قبل از اینکه 2000 سال پیش مردمان خیلی قدیم اینجا این تونل رو حفر کنن، آب از روی این تونل میگذشت. یعنی این تونل کاملا پر بود از سنگ و از روی این تخت سنگ خیلی بزرگ آب عبور میکرد و بالاش یک سنگی بود که بهش میگفتن پل نگین یا حتی بعضی به اون پل خداآفرین میگن که در اصل همون پل نگینه و مردم قبل از اینکه آب از اینجا عبور بکنه از این رو عبور میکرده و روی این یک پلی بود که از این به سمت اون سمت دریاچه یا بهتره بگم دره آبشلا میرفتن و به هدفشون نزدیک میشدن. بعد از چند ساعت پیمایش کنار شینبار به ابتدای دره‌ای که هدف من بود رسیدم. دره‌ای بکر و زیبا که جاذبه‌های خاصی در اون نهفته بود. نخستین چیزی که چشم هر طبیعتگردی رو در ابتدای دره به خودش جذب میکنه منظره دره شلا از بالاست. منظره‌ای که عظمت اون یادآور بزرگی و زیبایی خالق هستیه. وارد دره شدم و بعد از کمی پیمایش متوجه صدای عجیبی در داخل دره شدم. صدای آبشار بزرگ و خروشان نگین بود. آبشاری که آب اون از بلندی قله‌های زاگرس به بیشه شینبار و در نهایت توسط تونل نگین به دره شلا هدایت شده بود و منظره‌ای بی‌نظیر خلق کرده بود. فکرشو نمی‌کردم وقتی وارد دره آبشلا بشم با یک همچین آبشار بسیار بزرگی بخوام مواجه بشم، برای اینکه من حدود 7 سال پیش به اینجا سفر کردم اما این همه آب داخل این رودخانه نبود و بیشه شینبار هم اونقدر آب نداشت که باعث پدید آوردن یک همچین آبشار بسیار بسیار بزرگی بشه. با دیدن این چشمانداز زیبا من غرق در کمال هنر خداوند شدم. هنری که هیچ هنرمندی جز خالق هستی صاحب اون نبود. دلیل نامگذاری آبشار نگین
پل و تونل نگین بود، چرا که دلیل پیدایش این آبشار تونل نگینه. اما حقیقت این بود که آبشار نگین با ارزش و بی‌نظیری برای این دره بود. خوشبختانه دره بکر بود و جاده‌ای در اون ایجاد نشده بود. به همین دلیل طبیعت دره شلا از تخریب انسان در امان بود و آسیبی به اون وارد نشده بود. در صورتی که اگر در این دره زیبا جاده‌ای ساخته میشد، بیشک انبوه زباله در حاشیه رود و تخریب طبیعت توسط گردشگران نامسئول طبیعت و فرهنگ عشایر دره شلا رو به کلی از بین میبرد و دیگه هیچ طبیعت دوستی حاضر به پیمایش دره نمیشد. زاگرس افزون بر کوههای سرسخت و زیبا پوشش گیاهی منحصر به فردی در ایران داره. جنگل‌های زیبای بلوط زاگرس منحصر به این منطقه از ایرانه و میون کوهها و دره‌های ژرف مناظری بیمانند رو پدید آورده. زمانی نه چندان دور زاگرس از پوشش جانوری بسیار غنی برخوردار بود، اما به دلیل نبود حفاظت مناسب از سوی مسئولین و شکار بی‌رویه از سوی مردمان این دیار، حیات وحش اون نفسهای آخرش رو میکشه. در زمانی نه چندان دور در سراسر زاگرس پلنگ‌ها و خرس‌های زیادی زندگی میکردند. پستاندارانی همچون کل و بز، قوچ و میش و گرگ و گراز. اما متاسفانه جمعیت حیات وحش زاگرس در 50 سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده و دیگه چیز زیادی از این دارایی ملی برای آیندگان باقی نمونده. افزایش جمعیت و ازدیاد تقاضا در ایران مصرف گوشت قرمز رو به شدت بالا برده و این تقاضای زیاد باعث افزایش تعداد دام عشایر شده. ازدیاد گله و دام علوفه بسیار بیشتری رو طلب میکنه و مراتع و جنگل‌ها تنها منابع خوراک دام عشایر هستند و امروز این مراتع با خطر جدی تخریب مواجه شدند. آقای نگاه کنید، این بز همین الان تازه این بزغاله رو به دنیا آورده. این بچه هنوز خیسه، این بزغاله هنوز کاملا خیسه و تازه به دنیا آمده تو این طبیعت بکر شینبار. از این صحنه‌ها اکثر گله‌دارای اینجا و عشایر بختیاری اینجا از این صحنه‌ها تو فصلش هر روز می‌بینن و به نظر من یکی از زیباترین منظرهایی که خداوند خلق کرده تو طبیعت همین تولد گیاه، حیوان‌ها و حتی انسان‌ها واقعا یک معجزه است. اما یکی از مهمترین دلایل تخریب و از بین رفتن طبیعت کشور عزیزم ایران ایجاد جاده‌های بیشمار در دل اندک طبیعت بکر ایرانه. طبیعتی که چیز زیادی ازش باقی نمونده و برای رسیدن به مناطق بکر اون راه زیادی باید طی بشه. کم کم به محل زندگی دوست خوبم مهدی که از عشایر مهربون بختیاری بود نزدیک شدم. اما یه مشکلی وجود داشت و اون عبور از رودخونه پر آب آبشلا برای رسیدن به خونه مهدی بود. مهدی و خانواده هایی که اون طرف رود زندگی می‌کردن برای این مشکل راه حلی داشتن. با کمک یکی از عشایر منطقه به وسیله سیم و غرغره‌ای که نصب شده بود به اون طرف رود رفتم. گروه تصویربرداری هم به همراه تجهیزات در چند مرحله به طرف دیگه رودخونه منتقل شدن و به راهمون ادامه دادیم.
دیگه 200 متر دیگه بیشتر تا خونه مهدی نمونده. بفهم. مسیر خونه مهدی مسیری سرسبز و با تراوت بود. مسیری که میون جنگل‌های زیبای بلوط زاگرس به خونه مهدی و خانواده‌اش می‌رسید. بالاخره رسیدیم به سیاه‌چادر مهدی نیکوکار. خونه‌ای که در عین سادگی پر از محبت و عشق بود. مهدی 30 سالش بود و تا این سن خداوند 5 فرزند به او عطا کرده بود. فرزندانی که هر کدوم به نوعی کمک پدر و مادر زحمتکششون بودن. چادر کوچیک مهدی تنها خونه خودش و خانواده‌اش بود. اما حیات زیبای خونه به بزرگی دلهای بزرگ بختیاری بود. زنده باشید. بالاخره رسیدیم به سیاه‌چادر مهدی عزیز. بفرمایید. خیلی ممنون. بفرمایید. دستشون در نکنه. خیلی ممنونم. مرسی خواهر. دستشون در نکنه. بفرمایید. زنده باشید. گفتی اسم اون دختر تنهاه. چرا اسمش تنهاه؟ تنها چون این وقتی که به دنیا آمد تنها بیدیم. خودمون 2 نفر بیدیم. یعنی خودتون با همسرتون بودید با اون بچه به دنیا اومد. هیچ کس تو اینجا نبود. نه خواهرش فقط خودش تنها بود. آقا مهدی اینم یادگاریه که من برای شما بردم. نکنه دیدم آقا. این خدمت شما. من 7 سال پیش برای اومدم توی درشلا و عکس این مهدی همسرشون و بچه‌ها رو گرفتم. البته اون موقع فقط یه بچه داشتی ها؟ یکی داشت. دنیا رو داشت. درسته و خویشاوندانشون گرفتم. الان به عنوان یادگاری براشون آوردم. ولی مهدی چهرهت خیلی عوض شده. احساس می‌کنم خیلی تغییر کردی ها؟ بابا پیر بیدیم. پیر نشدی. به نظر من خیلی جذاب‌تر شده قیافت. خیلی قشنگ‌تر شده. جذاب‌تر شده. پیر شدیم بعد هم اون زمان فکر من نشکست. چرا فکرم شکسته؟ چرا؟ رای عروسی داخل عروسی سر چوب بازی امروز دیدی که آره داخل عروسی چوب بازی هم برنامه تو سر چوب بازی بیا سنگ خورد تو فکرم شکست. یه نفر با سنگ داگه شکست. یه اتفاقای عجیب و غریبی که این طایفه ها و قوم بختیاری و خیلی از اقوام میفته. مثلا توی قوم بختیاری رسمه که توی عروسی هاشون مردا چوب بازی میکنن. وقتی که چوب بازی میکنن بعضی وقتا خود از خشونت زیادی استفاده میکنن و و از چوب زخیمی استفاده میکنن. با اون چوب بعضی وقتا جوری میزنن به هم دیگه جانم به هم دیگه که دعواشون میشه. مهدی میگه تو اون چوب بازی دعواشون شده و یه نفر با سنگ زده فکشو شکسته. بعد چند وقت بعد خوب شد؟ یه 2 ماه 3 ماه فکرم بسته بود اصلا فقط با این نی غذا می‌خوردی. شیر و ساندویچ غذاش. دیگه فکر کنم چوب بازی توی چوب بازی شرکت نکنی. نه اصلا عروسی هم نمیرم دیگه. بچه تو زدی حالا بچه داری میزنه. یا خطرناکه. حیات. بفرمایید. مشغول همصحبتی با پسر عموی مهدی بودم که متوجه شدم مهدی میخواد کاری بکنه. کاری که اصلا راضی به انجامش نبودم. نه جواد این کار نکن. این رسمه. نه خواهش این کار نکن. به خدا من راضی نیستم. جان من این کارو نکن. امکان نداره. برو بشین. حالا اگه ما بریم چی؟ اگه بری که هیچ یعنی تو باید بمونی اینجا. حالا من راضی نیستم خودش. نه من راضیم. یکی از رسمای این بختیاری‌ها من خیلی توشون بودم. همیشه واقعا اتفاق افتاده و ما رو شرمنده کردن. هر موقع میایم پیش این عشایر و قوم بختیاری زودی سریع یه گوسفند باید بکشن و یه گوسفند برامون قربانی میکنن. منم اصلا راضی این کار نیستم واقعا. ولی هیچ وقت نشده تا حالا بتونم جلوشون بگیرم. آقا مهدی جانم انصافا راضی نیستم. نه به خدا جدی دارم میگم. باید سر گوسفند رو ببرم شام بخوریم با هم بشینیم تا صبح. شام میخوریم ولی شما من همون شام ساده‌ای که میخورید ما همون میخوریم. ما باید گوسفند بخوریم. من واقعا راضی نیستم به خدا. نمیشه. نمیدونم واقعا نمیشه جلوشون رو گرفت. این مردم بختیاری مخصوصا همین طایفه گمار همینطور طایفه موری من با اونا هم قبلا بودم. انصافا انقدر مهمون نواز و مهربونن که آدم نمیدونه باید چی بگه. میون آدم‌ها برای من بختیاری‌ها مظهر سخاوت و بزرگی هستند. سخاوتی که برگرفته از فرهنگ و تربیت درست این مردمان توسط نیاکانشون. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا باعث افتخار منن این بختیاری. بچه‌های عشایر بختیاری در طبیعت پاک و زیبایی به دنیا میان که پدران و مادرانشون به دنیا آمدن و همیشه در آغوش پرمهری قرار میگیرن که والدینشون قرار گرفته بودن. طبیعت پیرامون این مردم طبیعت خشن و سرسختیه. امکانات رفاهی چندانی برای این بچه‌ها وجود نداره.
آقا این نحوه پوست کندن خیلی برای من عجیبه، چون توی تهران من خیلی دیدم وقتی که گوسفندی رو میکشن یا قربونی میکنن با چاقو بازش میکنن و کامل پوست رو ازش جدا میکنن. احتیاج نداره، ما پوستش استفاده میکنیم برای مشک و دوغ زدن و آب و اینا. درسته درش میاری؟ بله درست. پوست رو کاملا درسته دارن در میارن. بله. و خیلی کار سختیه. منم دیدم خیلی وقت من خیلی خیلی باش درگیری و خیلی زور زیادی میکنن. بله بله. سفته، چون با چاقو اونو باز میکنن، چاقو میزنن زود در پوست رو درسته میکنن برای اینکه به عنوان مشک ازش استفاده بکنن و این یک کار خیلی سختیه، اما مردم اینجا به این پوستا نیاز دارن برای اینکه دوغشون رو تو این میزنن. دوغ میزنن کره آب و کره و اینا، آب هم توش نگهداری میکنن. راست میگن که دوغ و آب توی پوست بز خیلی خنک میمونه؟ خنک میمونه. بچه‌های عشایر به افکار و کردار پدر و مادرشون توجه بسیار زیادی دارن، چرا که مهمترین وسیله تربیت و رشد اونها مادر و پدرشونه و نگاه بچه‌های بختیاری از کودکی به دستان پاک و زحمتکش اونهاست. بچه‌های اینجا از 1 سالگی و 2 سالگی مرد میشن. نگاه کنید آقا مهیاد کوچولو حدود 2 سالشه، اما چاقوی بزرگی پدرشو برداشته و داره همینجوری به استخون بزی که کشتن ضربه میزنه. یه جو بغل من ببینم. بعد خیلی جالبه، میخواد دقیقاً کارهایی که پدرش انجام داده همون رو داره تقلید میکنه. نخستین چیزی که بچه‌های بختیاری از پدران و مادرانشون میآموزن سخاوت و میهمان نوازیه. میهمان دوستی ایرانی بین مردم دنیا زبان زده و در میون مردم ایران سخاوت بختیاری رنگ و بوی دیگه ای داره. آفرین. آقا مهدی، جانم. گوشتایی که الان مثلا گوسفندی که میکشید یا بزی که میکشید خب اینجا شما برق ندارید و میخوام ببینم یخچال هم که ندارید. این گوشتا رو چجوری نگه می‌دارید؟ چون خراب میشه. گوشتا نمیمونن به که بذاریم توی یخچال. ما اکثرا گوشت و گوسفندی که میکشیم به همسایا میدیم، مثلا خودمون میخوریم. دیگه نمیمونه که بذاریم توی یخچال. حالا در حال حاضر خنکه. انسان برای زندگی در این طبیعت خشن و پیروزی بر مشکلات زندگی عشایری و کوچ باید در این طبیعت خشن به دنیا بیاد، در این طبیعت تربیت بشه و همگام با افراد خانواده تلاش کنه. بزرگترین تفریح برای این بچه‌ها تا آخر زندگی کاره، کاری که دلیل بزرگی برای سلامت روح و جسم این مردمانه. اون شب شام بسیار لذیذی که مهدی و همسر مهربونش تدارک دیده بودن رو در کنار خانواده میون کوههای در شلا خوردم و از همصحبتی با این مردمون پاک سرشت لذت بردم. صبح روز بعد روزی پر از کار و نشاط بود. قبل از اینکه بیدار بشم همه بیدار شده بودن و مشغول کار بودن. در هر صبح زود میون خانواده عشایر بختیاری شیپور کار و تلاش توسط مادر نواخته میشه و همه موظف به همکاری در کارها هستن. زندگی در طبیعت با کسی شوخی نداره و کمی غفلت باعث پشیمونی های بزرگی خواهد بود. خیلی عالی بود دیشب، واقعا خوب خوابیدم، خیلی هم خسته بودم. همه اهل خانواده ساعت 5 صبح بیدار شدن. مهدی و خانمش و بچه ها همه دارن کار میکنن.
ترسون یک سکسکه گرفت. مادرها در زندگی عشایر و طبیعت نشینان نقش بسیار مهمی دارند. اونها مسئول عشق ورزیدن به همسر و فرزندانند. مسئول تربیت و مراقبت از بچه ها. مسئول پخت نون و خوراک روزانه. مسئول شستشوی رخت و ظروف. حمام بچه ها. آوردن آب از رود. کوه اگر جای این زنان باشه بیشک خرد میشه، اما زنان طبیعت نشین ایران از صبح زود تا آخر شب تمام وقت کار میکنن و در نهایت آتش کانون گرم خونه به دستان همین زنان فداکار و پرمهر روشن میشه. خواهر این خمیره رو کی میگذاری توی که آماده بشه برای این پختن؟ شب این کار رو انجام میدید؟ سخت‌ترین کاری که انجام میدی چیه؟ همشون سخته؟ از کدوم کارت بدت میاد؟ با اینکه کاراشون خیلی سخته ولی همسر مهدی عزیز دوستم میگه که همه کارا سختن، اما من از هیچ کدومشون بدم نمیاد، اینکه همه اینا واجبه و باید حتما انجام بشه. حالا از کدوم کار بیشتر خوشت میاد؟ از همش خوشت میاد. بیا معیاد صبحانی میخواد. بیا معیاد بیا اینجا بشین. بیشتر میخواد، کره زیاد میخواد. معیاد هم خیلی قویه هم خیلی خوب ماشاءالله میخوره. بعد از خوردن یه صبحونه حسابی که از شیر گله تهیه شده بود، قرار بود تا با بچه‌های مهدی بخشی از مسیر مدرسه‌شون رو به همراهشون پیمایش کنم. مسیری 3 کیلومتری که هر روز این بچه‌ها در این کوهستان باید میپیمودن تا به مدرسه‌شون که یک سیاه چادر بود برسن. دقیقاً درسته. رسیدیم به همون جایی که من دیروز از روی رودخونه با تیم بوکسر رد شدم تا به خانواده مهدی برسم. این بچه‌ها هر روز یه همچین مسیر طولانی رو طی می‌کنن و برای رسیدن به مدرسه‌شون که یک سیاه چادر ساده است مجبورن از روی رودخونه از روی تیم بوکسر رد بشن. بچه‌های مهدی خودشون رو با طبیعت و شرایط پیرامونشون وفق داده بودن. اونها هر روز برای رسیدن به مدرسه به وسیله ابزاری ابتدایی و ناایمن عبور می‌کردن و این کار براشون مثل یک بازی بود. کمی نگران بودم، اما این بچه‌ها با بچه‌هایی که توی شهر زندگی می‌کنن فرق بسیاری داشتن. اونها با این شیوه در طبیعت بزرگ میشن.
مهدی شما فهم میدونم که مال قوم بختیاری هستید. کدوم طایفه و کدوم تیرو کدوم پشو و کدوم بیمونی در است؟ ما گماریم از تیره بابادی. یعنی طایفتون گماره از تیره از بابادی. تیره بابادی، تیره بابادی و بعد خودمون اولاد فتولاییم. اولاد فتولا. بله گمار. گمار هستید. بعد همین فقط میشه اولادتون فقط یعنی آخرین جزء میخوام اینجوری بگم آخرین بخش سلسله مراتب ایلی میشه همون گمار. نه میخوام همون تش میشه. تش بله تش گماریم. خب گمار که طایفتونه. طایفه ما 4 تاشیم. خب بعدش چه تیره‌ای هستی؟ بعد ما علاپاییم آها. که مایم اولاد فتلا. در کنار این خانواده صمیمی و اصیل چیزهای زیادی آموختم. عشق به خانواده، محبت و سخاوت در برابر میهمان و امید به زندگی چیزهای با ارزشی بود که کانون گرم خانواده بختیاری از اون لبریزه. آقا لطف می‌کنید. این دیگه زیاد میشه. نه. والا به خدا. برای یادگاری داشته بود. ببینید چه هدیه زیبایی به من هدیه کردن آقا مهدی و خانومش. این به این چی میگی؟ اینو قالیچه. قالیچه کوچیکی که اینجا به صورت دستباف همسرشون بافتن و این شردنگ میگید به این؟ بله. شردنگ که کمپلای خیلی قشنگی بهش آویزونه و معمولا برای روی فکر می‌کنم گهواره بچه‌ها گهواره تو خونه می‌زنیم برای زیبایی. خیلی زیباست. ممنونم. خیلی لطفا. خدا نگهدارتون باشه. این بخش از سفر من به پایان رسیده بود و دلم برای تمام افراد خانواده تنگ میشد. اما هر راهی پایانی داره و باید به راهم ادامه میدادم تا به پایان راه در شلا برسم. میون راه از مناظر زیبای طبیعت زاگرس لذت می بردم و هر چند کیلومتر به گله‌ای می رسیدم که چند خانواده در اون زندگی می کردن. خانواده هایی که کوچرو بودن و همزمان از چادر و خونه های سنگچین که به اونها لیر گفته میشه استفاده می کردن. این بنایی که اینجا می‌بینید به شکل مکعب مربع ساخته شده از لاشه سنگ‌های اینجا ساختن و یادبودی برای یکی از بزرگان طایفه گماری که قبلا اینجا زندگی می‌کرده. مردم اینجا به حرمت ملا کریم طالبی که از بزرگان طایفه گمار بوده این رو اینجا ساختن و هر از گاهی میان اینجا و به یاد اون فاتحه می‌خونن. این خیلی جالبیه. فضای خاصی بود. طبیعتی وحشی و بکر که در دلش مردمونی با فرهنگی غنی و کهن زندگی می‌کردند. مسیر این دره آرامش عجیبی داشت و من انگار سوار بر امواج رود از میون این زیبایی‌ها می‌گذشتم. نزدیک به آخر دره بودم اما هوا داشت تاریک میشد و خوشبختانه در انتهای مسیر روستایی وجود داشت که حدود 10 خانوار در اون زندگی میکردن. اسم این روستا چیه خانم؟ چی؟ جالون آباد؟ جالون آباد نمیدونم به چه معناییه اما شب رو در همین روستای جالون آباد خواهم گذرون با این مردم نازنینی که تو اینجا زندگی میکنن. در همون ابتدای ورودم به روستای جولان سگای گله که سگای خوب و جنگنده‌ای هم بودن میخواستن تا حال من رو جا بیارن. اما من از این سگای گله زیاد دیده بودم و باهاشون کنار اومدم. به روستا که وارد شدم یکی از مردان مهربون روستا به نام اسکندر منو دید و با اصرار به خونش دعوت کرد. بعد از یه مسیر خیلی طولانی که توی این دره شلا اومدم آخرش رسیدم به تنگ جولان. اینجا رو میگن تنگ جولان درسته آقای اسکندر؟ و به روستای تنگ جولان رسیدم که خونه هاشون همشون لیره، یعنی خشکچین کردن با سنگ ها و روش هم از تنه درختای بلوط استفاده کردن و این خونه های بسیار ساده ای رو اینجا برای خودشون ساختن. میخوام ببینم آقای اسکندر چند ساله که کلا اینجا قدمت این دره و این فرهنگی که اینجا وجود داره توی زاگرس میانی قیمتش چقدره؟ خیلی با اصلا ما یادم نمیاد که ما شاید 1000 سالم بیشتر اینجا باشه. 1000 سال. چون من فکر می‌کنم که از زمان ایلامی ها و حتی قبل از اون اینجا فرهنگ وجود داشته و شما هم از همون آب و اجدادتون همون هستن درسته؟ همونطوری موندیم تا حالا.
اون شب یکی از زیباترین شب‌های من میون بختیاری ها بود، چرا که دل به صحبت‌ها و خاطرات تلخ و شیرین این خانواده عزیز دادم. خانواده‌ای که من رو عضوی از خودشون میدونستن. صبح فردا روزی زیبا از تلاش زنان و مردان بختیاری در تنگه جولان بود. با اینکه جمعیت کمی در این روستا زندگی می‌کردند، اما تراوت و شادابی در فضای روستا موج می‌زد. تراوتی که از مردمون شجاع و شاداب روستا سرچشمه گرفته بود. از سادگی و زیبایی قلب معصوم کودکان زاگرس و از طبیعتی که هنوز پای پیشرفت و جاده و صنعت اون رو آلوده نکرده بود. میون مردمان بختیاری زنان الگویی از انسانهایی شریف و کاملن. اونها نماد صبر و شجاعت و کار و عشق و هنر هستن. تمام وقت این شیرزنان با کار و تلاش پر میشه و اگر وقت کمی برای استراحت داشته باشن، اون زمان شکوفایی ذهن خلاق و هنرمندشون. آقا اسکندر، این ستون رو به من توضیح بده ببینم دقیقاً موقعی که خونه رو ساختی به چه شکلی این ستون رو گذاشتی واسه چرا یه همین ستونی وسط خونه در آوردید با سنگ و گل؟ من به خاطر اینا که این چوبا برسنی برش که ساختمون درست بشه. بله. سنگار هم گذاشتیم که برای محکمی اینا که دیوار هم محکم باشه، تو محکم. خب اون موقع که این ستون رو کار گذاشتی، چون سنگا خیلی بزرگه و لاشه سنگاش خیلی سنگینه، چند نفر کمک کردید تونستید این کارو من انجام تا بدید؟ سنگ پنجم خودم گذاشتم، چهارم پنجم، ولی یعنی تنهایی این سنگا رو هم تنهایی گذاشتید؟ همه این سنگ سنگا گذاشتم. واقعا بزرگ و سنگینه ولی مردمان اینجا زاگرس همشون انقدر قویان. بیا این آقا اسکندر، میگم آقا اسکندر، آقا طهماسب اینجا یکی از بزرگان این روستاه و ببین دستش خدا وکیلی میتونه دستای منو خورد بکنه. نه تنهایی یعنی خوشگشین کردید خودت بالا. آره. آقا طهماسب یکی از شریفترین و آگاهترین مردان تنگ جولان بود و قرار شد تا منو برای بازدید از گورستان و آسیاب آبی کهن روستا راهنمایی کنه. گورستانی که به گفته این مرد بزرگ متعلق به چند هزار سال پیش بود. آقا طهماسب این شکل و شمایلی که روی اینا کشیده شده، یعنی رو کنده شده روی این سنگا، نشونه چیه؟ این کلا ابزاری که یه آقا داشته، مثل تفنگ، مثل قمم، مثل شمشیر، مثل عرض کنم جناب علی که عکسی عکس الان نمیدی. بله. این هم عکسش ببین با کلنگ. عکسش هم کشیدن. عکس اینا. تمام ابزارالاتی که داشت، حتی اسب کلا اینا رو کنده کرد. هر کی هرچی داشته، هر کی هرچی داشته قبرش میکندن. بله بله کنده کرد ها. بزرگان هر تیره و طایفه میون بختیاری ها ارزش و مقام بالایی دارند. بزرگانی مانند ریش سفیدان و کلانترها، پهلوانها و جنگاوران. و اگر روزی این بزرگان از دنیا برن، مراسم بسیار باشکوه و خاصی برای اونها تدارک دیده میشه و در نهایت پس از خاک سپاری یک برد شیر یا همون شیر سنگی بر سر مزارش قرار میدن. طایفه شینی یه سنگ نبورین مثل همه سنگ هم بله. همه شیر سنگی بسگون، ما بسگون بردشی برداشت. فارسی بسگون شیر سنگی. بله. او زمان اگو تمام طایفه ها شیرینی، ململی، روکی، موری، گندلی، هموله، شیخون سید احمد که نزدیک بیدن، اینو یکی یکی به نوبت وین این سنگ تا 1 سال که 12 ماه بود سر جا خواست نجیب نیست بیاره سر قبرستان. این شیر سنگی که با دست از سنگ بزرگی تراشیده میشه، نماد بزرگی و مقام بالای اون شخصه. برچیری که به سختی و هنری بسیار زیبا با دست و ابزاری ساده تراشیده میشه و روی اون با نقوش برجسته‌ای از دشنه و تفنگ و اسب و سوارکار تزیین میشه. 80 ساله فکر کنم. 80 ها. راجع به اسم گمار اسم طایفه گمار از آقا طهماسب پرسیدم. میگه که گمار یعنی مردانی که خیلی قوی هستن و خیلی پرزورن و هیچ کس حریفشون نمیشه.
و یک مثالی آوردن آقا تماس، گفتن که از طایفه شینی یک بزرگی فوت شده بود و برای اینکه سر قبرش، سر مزارش یک شیر سنگی بذارن، یک شیر سنگی رو خیلی دورتر از این حرفا، دورتر از اون قبرستون در اصل ساخته بودن. از همه شیرهای سنگین هم بزرگتر از ساختن. همه شیر سنگی ها بزرگتر ساخته بودن. اما خود طایفه شینی و بقیه طایفه هایی که اونجا بودن که نامشون همه رو آقا تماس آورد، هیچ کدوم نتونستن اون شیر سنگی رو تکون بدن. در نهایت طایفه گمار گفتن که ما میتونیم این کارو بکنیم و بعد از 5 ساعت کشیدن اون شیر سنگی با چوب و طناب که به قول آقا تماس نیم متر روی خاک رو میکشیده و میکنده تا به سر مزار برسه، تونستن در نهایت مردم گمار به اونجا بیارن. مردان بسیار بسیار قوی هستن و تو این دره شلا من با هر کدوم از اینا که مواجه شدم آدمای بسیار قوی و البته خیلی مهربون و مهمون نوازی هم بودن. الان تاریخ نوشته که برد گمار، الان تاریخ سر هم سنگ خود نوشته. رو اون سنگ هم نوشتن برد گمار، یعنی سنگی که فقط توسط طایفه گمار تونست جابجا بشه و به اونجا بیاد. بله بله. وای بیا وای بیا کارو دارم، بیا وای بیا. بعد از بازدید از قبرستون قدیمی منطقه، آقا طهماسب منو به دیدن آسیاب آبی بسیار کهن تنگ جولان دعوت کرد. آسیابی که مردان روزگار دور زاگرس با دشواری بسیار زیادی اونو با محاسبات دقیق بدون ابزار مدرن بنا کرده بودن تا گندم‌های دیمشون رو به بهترین شکل آسیاب کنن. از تنه چه درختیه؟ بیده. از بلیط و از بلوط نمیشه؟ بلیط سنگینه، بیت سبک‌تره. ساخت آسیاب آبی دقت و مهارت بسیار بالایی میخواد، چرا که با یک اشتباه کوچیک در محاسبات و قرار دادن اجزای اون، آسیاب به درستی وظیفه خودش رو انجام نمیداد و تمام تلاش مهندسان و استادکاران اون زمان برباد میرفت. اما سازندگان این آسیاب ها آدم های معمولی نبودن و کار و هنرشون رو خوب بلد بودن. دست شما در نکنه. ببینید چه یادگاری زیبایی به من دادن. بختیاری‌ها واقعا آدمای مهربونی هستن. من هر جا که رفتم یه یادگاری همیشه بهم دادن، لطف داشتن در حق من. و این یکی از زیباترین دستباف‌های نیلوفر خانم و مادر اسکندر عزیزه که لطف کردن به من هدیه دادن. خیلی ممنونم ازتون. خیلی لطف کردید. با اجازهتون. این مردم امکانات رفاهی چندانی نداشتن و از آب لوله کشی و برق و گاز و جاده هیچ خبری نبود. از رستوران و پارک و سینما هم تا کیلومترها هیچ خبری به گوش نمی رسید. اما نبود این امکانات باعث نشد تا من عاشق این مردم و فرهنگ و طبیعت پیرامونشون نباشم. دل کندن از این انسانهای شریف و اصیل برای من بسیار سخت بود. اما تمام زندگی من در شهر به وجود اومده بود. باید باز به جایی باز میگشتم که خیلی از آلودگی ها تبدیل به عادت روزانه شده بود. بالاخره رسیدم به آخر دره شلا و اون ته دارم یه قایق میبینم که حتما با همون قایق قراره داخل دریاچه سد شهید عباسپور بشم و به خونه برگردم. اما کی میتونه باور بکنه که من حدود 10 روزه که حمام نرفتم و مگه امکان داره یه نفر توی همچین فضایی با یه همچین آبی توی همچین دره بکشی با یه همچین طبیعت زیبایی برسه و حمام بعد از 10 روزش رو توی این آب انجام نده؟ اینجا بهترین جا برای پریدن تو آبه. آبش هم عالیه، صاف. زندگی در شهرهای بزرگ و صنعتی انرژی مثبت چندانی به انسان نمیده. طبیعت در اونها مرده و مردم شهرها در همه جای جهان تفکری متفاوت از مردمون ساده و طبیعت نشین دارن. اما شاید نشه تا همه خوبی ها رو یک جا به دست آورد. پیشرفت و صنعتی شدن جوامع هرگز همسو با حفظ طبیعت نبوده و نخواهد بود. چرا که تمام کشورهای پیشرفته در صنعت و علم بزرگترین آسیب ها رو به طبیعت، حیات وحش و اقوام و فرهنگ های اصیلشون وارد کردن.
تا به امروز تمام کشورهای جهان به دلیل پیشرفت به اصطلاح صنعتی و علمی باعث تخریب‌های بزرگی در جهان بودند و پیوند میون طبیعت و انسان روز به روز گسسته‌تر میشه. اما شاید روزی برسه که برای تمام مردم جهان